السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهل توحید، الله سبحانه و تعالی حفظ کند. یک نفر به نام ابو انس در اینجا یک ویدیو یعنی یک سخنی رو گفت رفت. وقتی من به شخصیش بر آمدم به تماس جواب نداد. البته من نمیشناسم، بعضی برادرها میگن در اینجا آمده کم کم مقصد سوال و جواب میکند. بالاخره اولا ما همین میگوییم که با ابو عمر صلاح الدین ما گمان نیک داریم. در حال حاضر بنده خواستن بنده گمان میکند که همون سخنی که این ابو انس میگوید شاید یک ویدیویی هست که زمانی که درباره عبدالظاهر داعی که سخن کرده بود عبدالرحمن فاتح جهمی و محمد انصاری جهمی، در همون بابت برآمده گپ زده بود ابو عمر صلاح الدین. اگر همین باشد پس این اولا منتج است و این سخنش خطابش و کی بود؟ خطابش به انمون عبدالرحمن فاتح و محمد انصاری بود. ما بنده خواستم که یک مختصری درباره همون صحبت کنم، زیادی بعد نه، 5-10 دقیقه، و خواستم که همین را بیان کنم و تا اینکه همون برادری که ابو انس نام دارن اون کس مقصد شنوند. اگر همین باشد ما خواهش میکنیم از تمام برادران اهل توحید که یک مسئله یا که یک موضوعی که 100% نمیدونید و نمیفهمید بهترش پهن نکنید. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کفى بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. کفایه است برای یک مرد رو دروغگو بودن و کذاب بودنش، به کذاب و دروغگو بودنش، یعنی هر آن چیزی که میشنود و به دیگرها میگوید. هر آن چیزی که میشنود گفتن میگیرد، فلان در فلان جو فلان گپ گفته است. بیاید انشالله برای مقصد دلیل ما یک مرتبه میمونیم میگذاریم همون ویدیویی که ابو عمر صلاح الدین گفتگی است. اگر همین باشد الله عز وجل استاد عبدالظاهر داعی حفظه الله او در علم پوهنوال است. در پوهنوال در رشته نظامی این استر جنرال میشه. یعنی او استر جنرال چی است؟ علم است. الله جمعیت علم برش داده، تالیفات زیادی داره نوشته کرده، امورات زندگی خود صرف دین کرده. سبحان الله. کسایی که با استاد بزرگوار زندگی کرده باشه میدانه یک شخص حلیم، یک شخص بردبار، عالم، و یک شخصی میآید نه نسبش معلوم است، نه علمش معلوم است، نه مسیرش معلوم است، که بارها در شبکه‌های مجازی با اونا گفته شد که اگر اهل مناظره هستی بفرما. حاضر هیچ حاجت به احمد و محمود نیست. بارک الله فیک. انا این است من به این برادر ابو انس روان کردم که تا اینکه اگر همین باشد این ویدیو کهنه است، ویدیو نو نیست و این خطابش به عبدالرحمن فاتح و محمد انصاری به این دو جهمی بود. برای همون از برادران اهل توحید خواهش میکنیم که اگر یک چیزی که 100% حال شما نمیدونید، وقتی که دونستی سخنت کاملا پره کن. سخن گفتی دلیل بیار. یک سخن میگوی در بین اهل توحید فتنه میکنی، میروی پروا نداری.
خیلی نمیشود که یک سخن گفتی و رفتی باید اثبات کنی و این صفت اهل توحید این گونه نیست. برای همون با اون برادر گفتنی هستیم که اگر همین باشد این کهنه است و خطاب این ابو عمر صلاح الدین الله حفظش کند، این خطابش به کی است؟ به انمون فاتح و به انمون کی است؟ یعنی انصاری. و همچنین درباره دیگر برادر ما هم همین گونه خبرهای نامعلوم آورده بودند، لیکن ما الحمدلله گمان نیک کرده بودیم. الله گمان ما رو راست برآورد. درباره برادر عمران نورستانی حفظه الله، الله حفظش کند، و همچنین درباره ابو عمر صلاح الدین هم الله حفظش کند. همین گونه گمان نیک داریم ما. و کسی که اگر یگان سخنی که نو زده باشد و یگان چیز باشد، البته که ما یگان انسان‌های پنهانی نیستیم، همیشه در همیشه هستیم و خواهش کرده می شود که کدامی که از این برادرها همین گونه خبرها رو پهن میکنید، پیش از پهن کردن اولا نسبت یک برادر، نسبت یک موحد باید مصلحت کنی با یک طالب علم است، آخر با یک اهل علم. بارک الله فیک. همین بود سخن بنده. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سویست اینجا که خوبیستم تفبه الحمدلله الحمدلله. اینجا در یگان کسی نیسته که کم کمک عربی تمرین کنیم لبه بخونیم. یگان کسی نیست که عربی بخونیم مثلا چون نیست هست؟ قد باشم گروه ها شما میتونه بله بله. چی ممکن پیشنهاد کنید؟ یک دقیقه وزرش ما سپم نمیتونم نوشته که در لیچ کمرایی که داخل میشم. در همین گروپ هم در همین بله در شیخ ابو عبدالرحمن همیجا هستی برادر؟ علیکم و رحمت الله. بله اخ جناب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما درس قرآن شده است دست می؟ نه درس قرآن نه، درس زبان عربیش، زبان عربی. هذا قصار كده زر هذا سحاري وبالش ليس ده سخي زبان عربی خودش مثلا صرف نحوش همیناش داشته باشه نگه؟ ني صرف نحو نشليس ده فقط الان لغات حفظ کرده استی. نه ای لغات کم و بیش خوب است، لغات هسته همین صرف نه. نحو. مثلا یگان کسایی باشن که خودشان هم طالب علم باشن در چیز کنیم تمرین نمون درس ها رو مثلا در کسای سه کسی یک جا میخواد صرف نحو نکرده استی. بارک الله فیک. خود بارک الله فیک. الله سبحانه و تعالی همگیتون حفظ کند اهل توحید. همین را خواستیم که خاطر رسان کنیم ان شاء الله. باقی اگر یگان کسی یگان سخن داشته باشد در همین بابت، اگر یگان سخنی باشد که مثلا شیخ واقعا عزیز گفت است، اجازت هست یک بله بله جمله. بفرمایید. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهل توحید، اهل توحید ما با یگان اهل توحید از ما درشیدنش خرسند نیستیم والله. نه ابو عمر الله حفظشون بکند، نه دیگر انسان ها. و تمام کوشش مشایخ از شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله سر کرده تو دیگر شیخ ابو حلیمه، شیخ حنیف، شیخ ابو عمر، دیگر مشایخ که الله همشون حفظ بکنه، شیخ ابو اسما،
همین کوشش اینها همین است که مردم به سوی حق باز بگردند. اگرچه عالم است، طالب علم است، فرق ندارد. هر کسی که از راه توحید بیرون برآمد برای توحید باز بگردند. بارک الله فیکم. و بعد دینتون رو اینگونه نگیرید که اگر یک انسان از راه حق برآمد، اگر عالم باشد، طالب علم باشد، هر کی باشد، یعنی شما رو بلرزاند، تکان بدهد. اگر همچنین شدید، چنین احساس رو کردید، بازگشته به توحیدی که آموختید یک بار دیگه چنگ بزنید، یک بار دیگه گشته گوش بکنید، یا که از کتاب آموختید کتاب ها رو گشته بخونید که در کجا شما یعنی خوب نآموختید، لغزش کرده استادید. فهمیدید؟ الله سبحانه و تعالی حفظتان بکند. و از اهل توحید جدا شدن خیلی از نفس خودتون بترسید. از فرقه ناجیه، از اهل سنت و الجماعت بیرون شدن اول از نفس خودتون بترسید که بیرون نشید. الله به دعا بکنید که از این فرقه ناجیه، نام اهل سنت و الجماعت میگن فرقه ناجیه، فرقه نجات یافته، ناجیه. از این بیرون شدن بترسید. از اهل توحید، اهل توحید بترسید که از فرقه ناجیه شما را الله بیرون نکند. به بیرون شدنش بترسید. الله گفت که قو انفسکم و اهلیکم نارا. اولین چیزی که فکر میکنید نفس خودتون باشد. و دو انسانی که روز قیامت الله سبحانه و تعالی میبیارد به نزد خودش، یکی از جهنم یکی از جنت. جهنمی را میپرسد که آیا تیار هستی که برای نجاتت از همین آتش جهنم تمام زمین طلا باشد و از آن تو باشد بدهی و نجات بیابی؟ جهنمی میگه که بله، میگه تیار هستم. الله میگه که تو کذاب دروغگو هستی. من یک چیز رو از اینم کمتر چیز رو خواستم، یعنی ایمان آوردم به لا اله الا الله. و هر مسائلی که بر اعتقاد باطل است، این ضد لا اله الا الله است. یا که صحیح نبودن به لا اله الا الله است، یا که لا اله الا الله رو میشکند. فهمیدید؟ والله ما باز گفته استودیم که دوست نمیداریم، بد میبینیم هر کسی که یک کافر شدن یک انسان دوست میدارد، خودش کافر است، خودش کافر میشود. رضا به کفر است. فهمیدید؟ اما با یک کس اومدن یا رفتن حق دیگرگون نمیشد. حق یک تاست، انمون باقی میموند. و ما اهل توحید رو و این برادر این مشایخان رو با رفتن یگان کس، با اومدن یگان کس دیگرگون کردن حرکت نکنید و فکرم نکنید که اینها دیگرگون میشه. چرا میدونید؟ والله شاهد هستم، در نزد الله شاهد میتونم که هر یکی این مشایخ عقیدهشون در اساس علم است، می آموزند. آموختنشونه خودم شاهد هستم. شب روز کوشش آموختن، فهمیدن، دقیق کردن. و انسان دیگرگون شاید شود، لیکن اون چیزی که الان دیدم از این مشایخ همین است که هر یکتشون مثل کوه به عقیدهشون باوری دارند. فهمیدید؟ با رفتن اومدن کسی اینها رو انشاءالله که شما دیگرگون نمیکنید. و یک برادر اگر نواد و لغزش کرد و طرف باطل برافت، شما را خرسندی کرده در همه جا پهن نکنید. صبر کنید، با برادر صحبت بکنید. خود ابو عمر حفظه الله، الله حفظشون که بهترین انسان هستند، خاکسارترین انسان هستند. با خودشون صحبت بکنید، جواب میتن. حرکتون مردگی نیستن، زنده هستند. الحمدلله بین ما هستند، خدمت مسلمان ها هستند. برای بپرسید پیش از اینکه مردم آوره، هزارها انسان آوره، یعنی فکرش بند بکنید. خیلی نکنید برادرها. هر روز اهل زیغ در حق اهل توحید تهمت میکند.
فرق نداره. شما فکر نکنید که فقط مثلا این 4-5 مشایخی که مثلا لهجه تاجیکی داریم با این صحبت میکنن به اینها تهمت میکنن. ده ها دیگر برادرهای افغان هستند، دیگر ایران هستند، به بالای اینها هم تهمت است. اهل زیغ شب و روز در حرکت است که ما با بین همدیگر یک تلاش کرده باشیم، جنگ کرده باشیم، اما اهل زیغ تف به بالایتون، این مکر و حیلتون بالاش به تف. ما با هر یک برادر اهل توحید ما صحبت میکنیم، ما نور چشم ما است. هر یک برادر ابو عمر نور چشم ما است، عمران نورستانی نور چشم ما است و دیگر مشایخ محقق ایرانی نور چشم ما است. لغزش شد از طرف آنها یا از طرف ما مشکلی نداریم که با همدیگر بنشینیم صحبت بکنیم. اگر خطا کردیم اثبات شده در اساس قرآن و سنت که ما خطا کردیم، توبه به تیار هستیم. ما کبر نداریم برای توبه کردن در نزد الله و دوست می‌داریم توبه رو. و همچنین این برادرهای ما هم همچنین هستند. برای مثل کوشش نکنید ای اهل زیغ، ای صوفی های مشرک، ای اشعری ماتریدی ها، ای اوزیری ها، ای مدخلی ها که بین ما شما یگان فتنه یا جنگ برپا میکنید. الا اونهایی که خودشون موقعشون انیق نبید. موقع محمد معرف راسخ برای ما 100% انیق نبید. موقع یعنی هر فرقه به طرف خودش میکشید. فرقه ناجی اهل سنت و جماعت که ما مسلمان ها با امر شده که یک انسان 100% نشناختیم، اسلامش دیدیم، با بالای او حسن ظن بکنیم، یعنی گمان نیک بکنیم. ما گمان نیک داشتیم در اول با محمد معرف راسخ و اما گمانمان خطا برآمد. او زندیق بوده است، او فریبگری شیطان صفت بوده است. ما با گمان نیکمون این عبادت است که این امر الله است که گمانی بد نکنید که این شیطان این گونه گمان رو به سرها شما میبرد. ما انشالله اجرمون نگرفتیم، اما او که زندیق بوده است و زندیقش رو میپوشونده است. ما غیب داننده نیستیم، قلب های انسان ها رو کشوده، یعنی وظیفه دار شده نیستیم که کشوده ببینیم. فهمیدید؟ هر یک انسان باید خودش بترسد که از فرقه ناجیه اهل سنت و جماعت بارک الله فیکم بیرون نشود. باید کوشش بکند خودش بگوید که برادرها من با شما هستم، من با اهل توحید هستم. الله به زور خونگیریه بکند که مرا با اهل توحید یک جا بکن، با اهل حق یک جا بکن. مرا از این کشتی نجات که کشتی توحید است که با اهلش است، از این بیرون نکن. گفته به الله دعا بکنید. و باز میگم با برآمدن کسی، با در آمدن کسی حق دیگرگون نمی شود. هزار تا ابو عبدالرحمن باین بیاید بر ضد این مشایخ، بر ضد این اهل حق بزند، یگون فایدهش نمیکنه. والله خور میشد، والله خور میشد، والله خور میشد، ذلیل میشد. الله نابودش میکند، قسم به نام الله. زیرا که به حق هر کسی که جنگ کرد او نابود شده است، خور شده است، عاقبتش خور و ذلیلی است. فرعون ببینید تا حاضر جسمش به خاک ندر آمده است. لینین لعنتی رو ببینید، امثال اینها هزارهای دیگر رو ببینید که با دین الله جنگیدن و عاقبتشون چی شد. شما فکر نکنید که یک کس آمد بر علیه این مشایخ گپ زد گویا که بر علیه خود گپ زده است. والله این گونه نیست. بر علیه عقیده صحیح، بر علیه قرآن و سنت گپ زده است. و آزیری ها و پلیت ها شما به هر دو گوشتان شنیده بمانید که انشاءالله بین اهل توحید شما جنگ انداخته نمیتوانید. اهل توحید انشاءالله صادقین هستند. و اما الله رفت و کسی رو گمراه کرد، این در دست ما نیست. هدایت کننده هم الله هست، گمراه کننده هم الله سبحانه و تعالی است. بارک الله فیکم. شیخ ابو علمه 1-2 دقیقه گفتم، خیلی صحبت کردم، بخشید زیاد. الله سبحانه و تعالی است میکند. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. بارک الله فیکم. صحبت که برادر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ عزيز. خوب هستید؟ سلامتون خوب است؟ الحمد لله. الحمد لله. شما خوبین برادر گرامی من جزاک و الله دیگر خیرا. مشایخ جزاک نور الله. چشممون خوبن ان شاء الله. الحمدلله. بفرمایید شیخ، بفرمایید، گوش داریم شما را. بله، الحمد لله و الصلاة و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بله، این فرمایشات زیبای شما را و همچنین از برادر عزیز نور چشمون جناب ابو حلیمه رو هم شنیدیم و دیگر دوستان رو، و این شایعیم که هم که آقایون اومدن و اصطلاح پخش کردن. میخواستم چند نکته رو با اجازه شما عزیزانم عرض بکنم. بله، این رو من قبلا به دوستان گفته بودم که دشمن در کمین هست و به هر تاکتیک و تکنیکی دست میزنه تا بیاد مثلا اختلافات و ناراحتی موحدین رو فراهم بکنه. اما الحمدلله الله رب العالمین نقشه همه رو برباد میده و همه رو انشاءالله رسوا خواهد کرد و رسوا هم میکنه. چرا؟ چون توفیق ما به اوست، تکیهگاه ما خود الله سبحانه و تعالی هست و هر یک از موحدین و مشایخ گرامی بخصوص حضرت الشیخ حفظه الله و رعاه زمانی که قدم در این راه گذاشتن برای تبلیغ دین گذاشتن، برای دعوت به طرف قرآن و سنت گذاشتن، نه به طرف فردی و یا گروه خاصی مثل دیگر آقایونی که حتی حاضرن که دین را هم فدای شخصیت و فدای تکبر خودشون بکنن. اما الحمدلله در میان مشایخ ما العیاذ بالله همچین فردی ما نداریم. یک مقوله هست به علی رضی الله عنه نسبت میدهند که میفرماید که من اخذ دینه من افواه الرجال ازالته الرجال و من اخذ دینه من الكتاب والسنه زالت الجبال ولم یزل. یعنی چه؟ میگه هر کس دین خود را از دهان مردم بگیرد، همان مردم او را از دین برمیگردانند، و اما هر کس دینش را از قرآن و سنت به فهم سلف و امت بگیرد، کوهها از بین میروند ولی ایمان آن شخص ماندگار هست و هرگز زائل نمی شود. پس ما خواهیم پیغام بدیم به این فرزندان شیطان و کوچولوهای شیطان صفتی که میخوان بیان بین موحدین به ظن و گمان خودشون اختلاف ایجاد بکنند. این که شما نمیتونه اختلاف ایجاد بکنید، چون الحمدلله علمای موحد ما، مشایخ بسیار عزیزمون اینجا بسیار بسیار آگاه و بسیار الحمدلله روشن هستند به تدابیر شیطانی شما و همه چیز رو بسیار با تدبیر با دقت نگاه میکنند و شما همچنان که در نقشه‌های خودتون به صورت قبل هم که بودید شکست خوردید، اینجا هم شکست خوردید و بعد در نقشه هایم که به سر خودتون هست و نقشه شیطانی که دارید در آینده هم که دارید، ما ان شاء الله به توفیق الله سبحانه و تعالی هم الان اعلام میکنیم که اونها هم شکست خورده هست و شکست در کمین شما هست و زمانی از شکست نجات پیدا خواهید کرد که به دین الله برگردید، قرآن و سنت با فهم سلف امت برگردید. اینجا هست که موحدین گرامی، خواهران و برادران من، خوب توجه بفرمایید. در کلامی که من عرض کردم از علی رضی الله عنه روایت هست که موحد اگر کوه از جایش بجنبد، موحد از جایش نخواهد جنبید، چون اون چنان به عروة الوثقی دست پیدا کرده و اون چنان الله سبحانه و تعالی حمایتش کرده و اون چنان گویندگی و فصاحت کلام و علمیت به مشایخ عنایت فرموده که این باده های کوچک شیطان صفتان هیچ گونه اثری بر آنها نخواهد داشت. و شما هم خواهران و برادران موحد من هرگز از این حرفها ناراحت نشوید و
به خاطر این میخوام عرض بکنم که شما دین رو برای افراد، برای نام افراد نگرفتید، دین رو به خاطر الله و دین الله گرفتید، از مشایخ ربانی، از مشایخی که خودشان دعوتگر به طرف قرآن و سنت هستند. از هرگز موحد به خودت کوچکترین خللی راه نده، کوچکترین ناراحتی به خودت راه نده و این را بدان که به طرف دین الله که حرکت کردی، این عنایت خاص الله بر من شما بوده. این نیست که ما منتی بر الله بذاریم که فلان آقای ایکس، آقای ایگرگ نمیدونم از دین رفت، از فلان رفت، ما دیگه متزلزل بشیم که فلانی رفته دیگه بعد تمومه. نه، اونجور نیست. دین ما به افراد بستگی ندارد، دین ما به الله سبحانه و تعالی هست، تکیهگاه ما الله سبحانه و تعالی هست، دین مال الله سبحانه و تعالی هست. منت الله بر تک تک ما هست که آن را عنایت فرموده و ما را به طرف دینش کشیده و ما را جذب دینش گردانیده است. پس بنابراین ما باید هر چه سر به سجده بذاریم، شکر الله رب العالمین رو نمیتوانیم به جا بیاریم. این منت الله بر ما هست، نه اینکه ما منت را بگذاریم بر موحدین، بر مشایخ، بر جناب شیخ حفظهم الله تعالی بذاریم بله ما بیرون رفتیم فلانی این کارو کردیم به خاطر شما آمدیم. نه، به خاطر هیچ فردی نیایید وارد دین نشوید. اگر میخواد به خاطر فردی بیایید به سلامت، نمیخواد بیایید. پس بنابراین اون کسانی که به خاطر الله اومدن به خاطر الله هستند و منت الله بر تک تک ما است، نه منت ما بر الله علیه بالله. پس بنابراین برادر و خواهر من هیچ وقت خسته نمی شوند و ناراحت نمی شوند از این دسیسه ها و نقشه های شیطانی، شیطان صفتان و فرزندان شیطان. اینو میخواستم عرض بکنم خدمت شما عزیزانم، جناب ابو عبدالرحمن و ابو حلیم حفظهم الله تعالی و همه مشایخ عزیز و موحدان گرامی، الله همه شما رو حفظ بفرماید. گفتم که این تذکر رو به اول خودم و به دیگر موحدین عزیزانم داشته باشم. همه شما رو به الله سبحانه و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی شیخ حفظتان بکند و از آمدن شما ما خیلی خرسند میشیم و صحبت های شما برای ما فایده آور است. بسیار مقصد تعلیم میگیریم و بیشتر بیایید. الله سبحانه و تعالی حفظتان بکند. یگانه ما با مقصد برادرهایی که با لهجه ایرانی صحبت میکنند، با لهجه تاجیکی یا افغانی صحبت میکنند، ما را انشاءالله الله سبب بکند که انا همون خواهشات کفار که ما را جدا کرده از همدیگر و بارک الله فیکم نافهمی در بین ما جا کردن چند ساله ها باز اینها میخواهند رو دور بکند و ما جمع شدنی ملت فار، مقصد آنهایی که با زبان فارسی صحبت میکنند سبب بشویم و این خدمتگاران یهود و نصارا کفار مشرکین رو چهره سیاهشان رو به مردم عزیزمان بفهمانیم که زیرا که اینها همه وقت میخواهند که با قومگرایی بین ما مسلمان ها جدایی بیاندازند و اعتقادهای رافضه ها رو، اشعری ماتریدی رو، صوفی ها رو، مدخلی ها رو، آذری ها رو در بین ما جای بکنند، زیرا که این اعتقادها مسلمان ها رو جمع نمی کند بلکه مسلمان ها رو تفریقه می کند. یکی رو کافر می گرداند، دیگر بدعتگذار می گرداند. المهم که جمع شدن بالای قرآن و سنت ما رو نمی گذارد. فهمیدید اهل توحید؟ الله حفظتون بکند. ما در ملت ابراهیم هستیم. ما در ملت ابراهیم هستیم که ملت ابراهیم بارک الله فیکم پوست، مقام، زبان این گونه چیز ندارد. در ملت ابراهیم همان انسان در نزد الله قدر دارد که با تقوا ترین است. با تقوا در نزد الله درجه بالا میشد. هرچی بیشتر چنگ زدن به قرآن و سنت درجه انسان ها بالا میشد. در نزد ما، در نزد مسلمان ها
علمای ما قدر دارند، علمایی که به قرآن و سنت چنگ زدند، با تقواترین ما در نزد الله سبحانه و تعالی و در نزد مؤمنین قدر دارند. بارک الله فیکم. ما یک ملت هستیم، ملت ما ابراهیم است. زبان، پوست، مقام این گونه چیز در این ملت نیست، همه برابر است. هر کی بیشتر چنگ بزد به قرآن و سنت در نزد الله قدر دارتر است و قدرش بلند است. بارک الله فیکم. فراموش نکنید اهل توحید و نگذارید و به خودتون هم اجازت ندید و به شیطان صفتان هم اجازت ندید و شیطان های انسی هم اجازت ندید که بین موحدین لهجهشون ایرانی است، لهجهشون افغانی است، لهجهشون تاجیکی است، لهجهشون تاجیکانی که در ازبکستان زندگی میکنند یا در قزاقستان زندگی میکنند یا در قزاقستان زندگی میکنند، اینها با این طریق بین ما چیکار نکنند؟ فتنه ایجاد نکنند. اجازه ندید. این شیطان صفتان آمدن با شدیدترین حال پیامبر صلی الله علیه و سلم هم جواب دادن و با شدیدترین حالت شما هم جواب دید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی قوم پرستی میکرد برود آلت پدرش رو بگزد. این شدیدترین جواب است. برای چی؟ برای اینکه یک راه هست که شیطان لعنتی بین راه داخل می شود، خونریزی، ناعدلی، ناحقی و تفریقه بارک الله فیکم بین مسلمان ها سر میزند و انسانیت را هم، انسان ها که امروز شب و روز شاید هزارها انسان ها از مسلمان ها غیر مسلمان ها قتل است. به خاطر چی میدانید؟ به خاطر همین قومگرایی. این قوم من نیست، باید کشته شود. کشته شده ایستاده است. برای چی؟ برای اینکه گفته الله و رسولش انسانیت بچیت گذاشت. خصومت بدبینی نه در اساس گفته الله سبحانه و تعالی یا که رسولش، بلکه خصومت بدبینی در اساس راه و روش شیطان است. از همین سبب هزارها خون ناحق ریخته ایستاده است. هزارها انسانیت از خانه بی خانه شده ایستاده است. و انا همین است که قانون الله سبحانه و تعالی اگر تطبیق نشود، غیر قانون الله دیگر قانون کفر شرک است و اصلش از شیطان است. بارک الله فیکم. قانون شیطانی، ناعدلی، خونریزی، بارک الله فیکم، بدرغه شدن، اینها را می آورد. و اما قانون الله سبحانه و تعالی عدل، مهربانی، محبت بین همدیگر، انسانیت و سربلندی را می آورد. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی بر ما یک سرزمین بیدد که در اساس قرآن و سنت زندگی بکنیم و این انسان های گمراه گشته که از هر قومی نباشن به سوی توحید دعوتشان بکنیم و ما رو سبب بکند که ما کسانی باشیم که دعوت کننده به عروة الوثقی باشیم و دعوت کننده به حبل الله سبحانه و تعالی باشیم و باقی بمانیم و ثابت ما رو نگه بدارد و از لغزش ها ما رو الله نگه بدارد. لغزش کردیم، برای ما توفیق توبه نصیب بکند و ما را سببگار این نکند که ما تفریق کنندگان بین مسلمان ها باشیم. پناه به الله میبریم. الله سبحانه و تعالی همتون حفظ بکند، دیگر مشایخ نباشن. ان شاء الله افره میکشیم برای اینکه من وقتم تمام شد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. شیخ عزیز اهلا و سهلا، بفرمایید صحبت بکنید. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله ورعاكم يا موحدين يا أهل توحيد. بارك الله فيكم. البته منم خواستم که یک کمی صحبت کنم در این مسئله. اول که خیلی که این گمان هر یک مسلمان است نسبت برادرش و یک خبری به برادرش میاد، گمانی نیک و خیر است که ما میگوییم که اول که ضبطی که بوده، ثبتی که بوده، این را ما پیشتر دیده بودیم خیلی که برادرها و شیخا گفتن و این به دیگر کسا بود. زمانی که عبدالزاهر دایی را همه کسا حمله کردن، از مردم آذیری‌ها، یعنی که از اون سروریایی که هستن به نام انصاری و فاتح امثال اونها و در کجا خونده. البته در این مسئله بعضی گپ‌ها هست
خواندن نخواندن دیگر گپا هست، لیکن اونها طعنه و دیگر چا کردن در این ابو عمر برادر شیخ ابو عمر صلاح الدین حفظه الله و اینکه دفاع از برادر و شیخ عبدالظاهر داعی حفظه الله انا دفاع کردن و همچنین البته بعضی کمبودیا این طرف و طرف بودنش امکان دارد، لیکن الحمدلله که برادر ابو عمر صلاح الدین برادر ما است، با ما بود و چه که به ظاهر ما میبینیم برادر ما است که از دفاع میکردگی سنت قرآن و سنت است. الله اونها حفظ کند و نگاه بدارد و ثابت قدم بدارد. اما این خبرهایی که میان سلف چی میگفتن در این مسئله؟ سلف میگفتن که اگر از برادرم به من خبری بیاد من چندها عذر، یعنی که در غیر اصل البته گمان خیر و عذرها با میکنم که شاید این کار نبود یا اینکه نادرست شنیدی، شاید گمان خیر میکنم. ما با همون برادرمون گمان میکنیم که ان شاء الله که اولش که ما میدونیم بعد اگر رفت یک خبر اومد، من البته از وسط در آمدم که گویا کسی گفته است اولان و دیگر لیکن ان شاء الله که آیا برادر شاید به سبب بعضی انا چیا شاید گپ زدن نتونه صحبت کنه نتونه چون، اما ان شاء الله گمان خیر داریم و لازم باشد اون خودشون میان صحبت میکنن یا اینکه با شیخ باشد با دیگه برادرها باشد صحبت میکنن و الحمدلله که ندیدیم از اون برادر یگان چیزی که بجای کار برد مثل دیگر انا راسخ امثال اونها. اما کمبودیا شید اگر رفت و با علم باشد مرحمت بیاد اصلاح کند، اگر رفت و در مسئله که حاضی باشد برای راسخ امثال اونها ما دلیل داریم، حجت داریم، قرآن است، سنت است، هر کسی باشد اون باشد غیر او باشد ما استوار هستیم و دلیل داریم ان شاء الله. لیکن ان شاء الله که ما از او برادر این امید هم نداریم. و دیگر اینکه بعضی برادرها البته ما ضیق میشیم وقتی که بعضی خبرها رو میشنوی، سبب این است که برادرها صحبت کردن نمیتونن، باید ببرن به خاطر این فتنه نشوند، ببرن بگن که بله ما قطعی موحدین هستیم ما در این مسئله، اما رفت جاشو خوب نیست یا که احتیاط میکنن به بعضی به خاطر بعضی فتنه هایی که ضررشون رسانن از طاغوت و دیگر چیزا، ما او را سخت نمیگیریم، میگیم که ان شاء الله که از سبب جاشو و عذر دارن که نمیتونن صحبت کردن. لیکن اگر رفت و تا نیستن باید صحبت کرد، همین فتنه را از بین برد، باید دفاع از حق کرد، از اهل حق کرد، از موحدین طالبان اهل سنت حتما کرد. دیگر اینکه بارک الله فیکم یک چیز را شما بله این سخت است که اگر یک برادر قطعی شما هست، البته بغیر از برادر ابو عمر میگم، عموما بودن طالبی ما که می اومدن اینجا کوچه میگفتن بعدی میفهمیدی که عقیده کفری شرکی و اینکه از اهل بدعت دفاع میکنن، خیلی ضیق میشیدیم خیلی چی بدیم. لیکن در اصل باید اینها خیلی که حضرت موسی علیه السلام خلقش میگفت که مردمی یعنی که اسرائیل بنی اسرائیل میگفت که بابا بنی کیو و دعوتشون میکرد در اون بابا گپایی میزد که حتی الله چی گفت در قرآن سوره والله ابراهیم باشد 8 آیه که میگه وقال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال موسی ان تکفروه انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی الحمید. ببینید الله اکبر، الله در هر چیز با ما جواب داده است. وقتی حضرت موسی با بنی اسرائیل میگفت قصه ها میکردن که برای دعوت که اونا الله رو بشناسن درست نصیحت ها میکرد با اونها پند و نصیحت ها میکرد و در همونجا الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ بگو و قال موسی و موسی بگو، موسی رو گفت بگو که این تکفروا اگر همه شما انتم فمن فی الارض اگر همه شما که در زمین جمیعا همه شما کافر شوید از الله، از غنی بودن الله، از حمید بودن الله چیزی کم نمی شود. این را بدانید. الله سبحانه و تعالی چی گفت با کفار، با کسایی که بعضیش حضرت موسی علیه السلام دعوت داشت و بعضیش مثلا در چی بودن و موسی را گفت که موسی بگو با اونها اگر همه شما کسایی که در روی زمین هسته جمیعا همه شما کافر شوید فان الله لغنی حمید، به هر آینه الله سبحانه و تعالی غنی بودنش حمید بودنش از مال ملک الله سبحانه و تعالی چیزی کم نمی شود. الله اکبر. میفهمید چیز؟ یعنی اگر رفت و این حادثه شد، ما اعتقادی ما همین است که اگر تمامی همین زمین کافر شود از عقیده اهل سنت بر بگردد، عقیده ما اصل دین ما یگان چیز کم و زیاد نمی شود، زیرا این بهترین نعمت و بهترین
چیزی که الله سبحانه تعالی با ما داده است، این رو کم و زیاد کردن دیگر علاج ندارد. این به کسی نه به لفظ غربی و سکیتکه می شود، نه چی می شود، همین خیلی که هست رسانده می شود. بله امکان دارد که یک از شبهه زده شود، امکان دارد که یک شبهه گرفت، با اون نصیحت میکنیم، با اون میرسونیم، با اون میگوییم که مثلا که بر بگرده، توبه کنید، به شبهه گرفتار نشوید، اگر به کفر گرفتار شده باشند به سبب شبهه و دیگر توبه کنید، بر بگرده. اما برادرای ما رو یا که ما رو فریب کردن نمیتونید به این چیز. ای کسایی که شاید خبر نادرست فهمیدگی باشید، با شما میگیم که خبر انیق رو به مردم نرسونید. دیوم که ای کسایی که در گروپات او رو بریده پرستگی هست، مثل به نام مدرسه صادقین امثال اونها، شما بدونید که ما رو اوجای انبیا رو تعلیم داده است الله سبحانه تعالی. ما کسانی هستیم که از انبیا تعلیم میگیریم، از قرآن. و قال موسی ان تکفروا، موسی را گفت بگو انتم فمن فی الارض جمیعا، ای کسای شما در روی زمین هستید جمیعا، فان الله لغنی الحمید. موسی بگو با کسایی که در روی زمین هستید اگر همه شما یک جا شوید، جمع شوید، کافر شوید، به الله سبحانه تعالی یگان چیز ذره ای نمیرسه، نه در غنی بودنش نه در حمید بودنش. الله اکبر، الله اکبر. این چیزی است، این فضل الله است، این رحمت الله است. این الله سبحانه تعالی با کفار و با دیگر هم با این میفهماند که اگر همه شما کافر شوید، غنی بودنی الله، حمید بودنی الله، که حدیث مسلم میاد که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که اگر همه شما اینه که تقواترین انسان بگردید، با الله چرا زیاد کن نمیتونه در مال و ملک الله سبحانه، در مال و ملک الله سبحانه تعالی، در همه خالق آفریده الله سبحانه شما چرا کن چی نمیتونه. اما اگر بدترین انسان باشید شما کم نمیکنید. الله سبحانه تعالی همون خیلی که غنی است، همون خیلی که حمید است میماند و کسی چی او کم نمیشه و کسی کم نمیتونه. همین را گفتم بودم که کوشش نکنید که ما بین مسلمان ها موحدین اهل علم شما یک خبر بیارید، کوشش نکنید که گویا که شما زبسا رو بریده، سبتا رو بریده ما بین مسلمان ها جنگ بدازید، کوشش نکنید که شما بر موحدین با یک گپی که مثلا که شاید درست است نادرست است فتنه بدازید. این کار باش ان شاء الله نمیشود، این کار ان شاء الله که نمیشود. اگر رفت و باز میگیم کسی گمراه شد با گمراهی رفت، نصیحتش میکنیم بر بگرد، الدین النصیحه. اگر رفت و نشید و رفت گمراه شد، ما همون گپی که موسی علیه السلام را کی گفت، الله گفت بگو اگر همه شما در روی زمین جمیعا با بودگی تو اگر جین است آدم است، خیلی بعضی مفسرین میگه که اگر جین و همه انسان جمع شود کافر شوند، الله سبحانه و تعالی همه میبره به چی؟ به جهنم. جهنم وسیع است و اگر رفت و همه اینها چوک شوند مسلمان شوند، جنت چی است؟ وسیع است، ان شاء الله که جای میگیرند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ، حفظك الله. ان شاء الله یک دو سخن مختصرتر میکنیم، با همین ان شاء الله که سخن با آخر میرسونیم. اولا خیلی که ما در اول گفتیم که ما در هر یک برادر موحد عادی ترین ما هر یک موحد عادی ندارد، یعنی به این معنی که دعوتگر و غیر دعوتگر، به هر یک اونها گمان نیک داریم. ما هر یک موحد در نزد الله سبحانه و تعالی قدر و قیمت دارد، عزت دارد و زمانی که البته و یگان خطاگی یا که یگان کمبودی مثلا در حق یک موحد میگویند، ما اولا گمان نیک میکنیم، به خود دیون میبرویم. خیلی که برادر ما ابو اسماع حفظه الله برآمد به معروف راسخ جهمی، به خودش برآمد زمانی که خبر به اون آوردن درباره سخنش، به خودش برآمد به معروف راسخ برآمد. انا این است گمان موحدین، انا این است گمان و عقیده و منهج اهل سنت و الجماعه، انا این است عقیده و منهج طالب علم و اهل سنت و الجماعه. و در حق هر یک موحد ما همین گونه معامله و رفتار میکنیم. اولا. ثانیا، رفت تو یگان کس اگر عقیدهش تغییر یافت و گمراه شد،
به ضلالت رفت و مثل معروف راسخ. یک چیز فراموش نکنیم که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به نهایت یک سخن قوی گفته بودند: من کان یعبد محمدا قد مات. هر کسی که محمد صلی الله علیه وسلم رو عبادت میکرد، محمد صلی الله علیه وسلم به تحقیق مرد. ان محمدا قد مات و من کان یعبد الله وحده. و هر کسی که و من کان یعبد الله حی لا یموت، ذات هست که زنده هست، در آسمان است، ذات هست که حیات است، هیچگاه نمی میرد. ما هم به تمام دیگر انسان ها همین میگوییم که کسی که انسان پرست بود، کسی به کدام انسان مخلص بود، چی بود، مشرک شد و با همراهی اون رفت، پروایی نداریم. ما همین سخن ابوبکر سلف خود را، صحابه را که الله سبحانه و تعالی می فرماید که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر شما ایمان آوردید به مثل صحابگان ایمان بیاورید، به درستی که شما هدایت مییابید. یعنی هدایت به فهم صحابه فهمیدن است. به همین خاطر از یک جانب گمانی نکنیم، از جانب دیگر فکر نکنید که ما به کسی محتاج هستیم. ما محتاج فقط به اون ذات هستیم که او را عبادت میکنیم و به سوی او مردم را دعوت میکنیم. اینو فراموش نکنید. همین بود سخن آخرین من. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.